عزیزان من، هر جامعه به خاطر پیشرفت و به خاطر عزت خود نیاز به سرمایه های ارزشمندی دارد. نیازهای ارزشمندی هر جامعه فقط جوانان هست. اگر جوانان خود را با زیور علم و تقوی آراسته ساخت، اگر جوانان احساس مسئولیت پذیری کرد، آنگاست که جامعه را به قله‌های موفقیت میرساند. اگر جوان با علم و تقوی خود را آراسته نسازد، احساس مسئولیت نکند، آنگاست که جامعه منتظر خطرات مزیده‌ای باشد. جوانانی که با هدف هستند، جوانانی که مثبت اندیش است، جوانانی که اندیشه های ساختار وطن را در فکر خود دارد، آنها چراغ راه جامعه می باشد. جوانانی که در اندیشه و فکر ذکر خود اگر ساختار وطن را نداشته باشد، آنگاست که فرصت طلایی موفقیت جامعه را از دست می دهد. قدرت یک جامعه، قدرت یک کشور در ثروت آن نیست، بلکه در اندیشه و فکری که در ذهن جوانش میگردد. تمدن هایی که ساخته شده، آغاز آنها از اندیشه و فکر یک جوان آغاز شده.